شام 27 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر 88 حالت نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده است. در سال 2021 این بلندترین نشان دهنده بوده. رکورد قبلی 87 حالت گرفتاری در یک شبانه روزی که روز 25 ایول ثبت شده بود زد. وزارت تندرستی همچنین خبر داد که در شبانه روز گذشته 78 گرفتار کرونا ویروس پس از معالجه شفا یافته، یک نفر متاسفانه جان خود را از دست داده است. تنها از اول ماه ایول وزارت تندرستی علاقه مرگ 29 نفر را از بیماری همگیر تصدیق کرده است که بلندترین نشان دهنده مرگ و میر نیز از این بیماری از زمان شروع پاندمی می باشد. در عموم بر اساس آمار رسمی وزارت تا شام 27 ایول در تاجیکستان 14761 مورد گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شمار تا شام 27 ایول 14245 نفر یا 96.5% از شمار عمومی سرایت شدگان شفا یافته، ولی 119 نفر فوت دیدند. طبق این آمار رسمی حالا در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها در عموم 397 نفر به کرونا ویروس سرایت شده تحت طبابت قرار دارند. هر نفر پنجم این بیماری را در شکل وضمین می‌گذراند. وزارت تندرستی رعایت معیارهای بهداشتی و توصیه‌های طبیبان به همین طور واکسین گرفتن از کرونا ویروس را راه اعظم مؤثر مبارزه با پاندمی می‌شمارد. روز 26 ایول امریکا به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا تحفه کرده و وزارت تندرستی به دنبال گفت که اکنون از 28 ایول در سراسر جمهوری معرکه واکسین زنی عمومی شروع خواهد شد. تا کنون معرکه واکسین زنی در تاجیکستان اساساً با چند شهر بزرگ محدود شده بود.